درود بینندگان عزیز، صبح بخیر. برنامه نوید بامدادی رادیو آزادی است که از شهر پراگ تقدیم شما می شود. من عبدالله اشرف هستم، همراه شما. امروز شنبه 9 مارس است. نخست از وضع باد و هوا در تاجیکستان میگوییم. بنابر اطلاع اداره باد و هواسنجی، هوا در دوشنبه نیمه ابری است و 8 درجه گرمی دارد. در دوام روز تا 16 درجه گرم می شود. حرارت هوای ولایت های سوغد و ختلان 7-8 درجه گرم است. حرارت شهر خاروق مرکزی ولایت مختار بدخشان 6 درجه زیر صفر باقی میماند. کشاورزان تاجیکستانی در شهر یریوان در روبروی حکومت ارمنستان دست به اعتراض زده از حکومت این کشور تقاضای پرداختی معاششان را کردند. بنابر اطلاع رسانه‌های ارمنستان، این کشاورزان در ارمنستان به خاطر کشتی پخته جلب شدند. کشاورزان پختکار تاجیک اظهار داشتند که از جانب صاحبکار با نام گاگی خچکیان برای راهاندازی پرورش پخته در وادی ارکس ارمنستان جلب گردیده بودند، اما 6 ماه باز شد که معاششان را نگرفتند. خیرالله عبدالرف، یک کشاورز تاجیک، در صحبت ویدیویی با رسانه‌های ارمنی میگوید از ماه می تا به ماه دکبر در زمین‌های موضع ارکس پخته رویانیدند، اما صاحبکاری که آنها را کرا کرده بود 15070 دلار معاش آنها را پرداخت کردن نمی‌خواهد. پختکاران تاجیک اظهار داشتند که در مجموع 10 نفرند ولی معاششان را گرفتن نمی‌توانند. آنها افزودند که 5 نفرشان الکی به تاجیکستان برگشتند، اما باقی مانده حتی برای بازگشتن نیز مبلغ ندارند. گاگی خچکیان، صاحبکار ارمنی، با کشاورزان تاجیک که در پرورش پخته آنها را جلب کرده است، قبلا در تاجیکستان تجربه کار داشته است. با گفته کشاورزان تاجیک، او قبلا به فروش پخته تاجیکستان مشغول بود. و بیننده ارجمند رو می‌آوریم به خبر دیگر. حجت الله فغانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران، روز 7 مارس با نشر یک پیام خداحافظی از انجام مأموریتش در شهر دوشنبه خبر داد. فغانی در پیام خود گفت تاجیکستان را در شرایط ترک می‌کند که مناسبات دوشنبه و تهران برغم همه فتنه‌گری‌های حسودان در همه زمینه‌ها رشد یافته است. حجت الله فغانی امیدواری کرده است که روابط دو کشور خوبتر از سال‌های قبل خواهد بود. سفیر ایران در تاجیکستان در پیام و هم دیدار خیربادیش با مقامات تاجیک برخی کشورها را در اختلاف انداختن میان تهران و دوشنبه عیبدار کرده است. به نوشته سامانه سفارت ایران در تاجیکستان، فغانی در ملاقات با نخست وزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده گفته است برخی طرف‌های سوم در سال‌های اخیر در صدد سوء استفاده اختلاف افکنی میان دو کشور بودند که خوشبختانه با اراده و تدبیر مقامات عالی و رئیس جمهوران دو کشور ناکام ماندند. حجت الله فغانی از سال 2014 مدت قریب 5 سال سفیر ایران در تاجیکستان بود. او زمان به دوشنبه آمد که مناسبات تهران و دوشنبه پس از یک دوره رشد به سردی می‌گروید. سال 2017 این مناسبات به پایین‌ترین سطح خود آمد و کار تا جای رسید که تاجیکستان ایران را به قتل چهره‌های سرشناس و پشتیبانی از تروریسم متهم کرد. در آستانه جشن‌های عید زنان و روز مطبوعات که 11 مارس تجلیل می شود، نظر داشتیم به کار خبرنگاران تاجیک که زحمت زیاد میکشند و دشواری‌های را پس سر میکنند. اما همکارمون زرنگز نوروزشاه از دوشنبه میگوید با وجود دشواری‌ها میبیند که گزارش‌های ثمر میدهد و زندگی آدمان را خوبتر و بهتر میسازد و این همه مشکلات پس سر شده را فراموش میکند. چند قبل یک گزارش این همکارمان باعث آن شد که یک زن فقیر با 6 کودک در وگان میزیست صاحب خانه خود شود. تفصیلات این موضوع را از زبان خود زرنگز میشنویم. زهرا سیفالله‌ایوا با 6 فرزند در یک وگان سرد و آهنین در بدترین شرایط زندگی داشت. بعد ناپدید شدن شوهر و سرسانی و سرگردانی های زیاد، این مادر به خاطر نجات کودکانش از سردی و آوارگی میخواست آنها را به یتیم خانه سپارد. در
درباره این زن بی سرپناه ما توسط یک ساکن شهر حصار خبر یافتیم. اون روز خیلی سرد بود، روزی بارانی بود و ما با همکارم امریدین نواربردارمون راه حصار را پیش گرفتیم. اونها واقعا در یک شرایط سخت زندگی میکردند. من وقتی داخل اون واگن شدم و پای افزالم را کشیدم احساس کردم که زیر پایم نم است، تر است، سرد است و تصور کردم که چطور این کودکان در اون شرایط ماه و هفته ها زندگی کردند. از هر کنجی اون واگن آهنین آب میچکید بالای سر کودکان و تیرزه نداشت. مطلب تهیه و در سامانه‌مون نشر شد. شب وقتی به خانه برگشتیم دیگر زنگ و نامه های زیاده گرفتیم. یکی سراغه میپرسید، یکی رقم تلفنی این زن رو میپرسید. در چند ساعت از جانب صاحبکاران و مهاجران و خیرخواهان پول یک خانه جمع شد. به مبلغ 15500 دلار برای این مادر و فرزندان او در مرکز شهر حصار یک خانه 2 حجرگی خریدند. واقعا در همین لحظه ها آدم از کار خود افتخار میکند و تو درک میکنی که کاری که تو میکنی به نتیجه نیست، به تأثیر نیست. من وقتی به آزادی کار اومدم خیلی جوان بودم. در کورس 2 دانشگاه تحصیل میکردم. کارم رو واقعا دوست میدارم. کاری ما جالب است، هرچند مشکلات زیاد هم دارد. دریافت موضوعهای جالب، سرنوشت‌های جالب، حادثه‌های مهم و خبرهای ضروری آسان نیست. در تهیه یک گزارش ما البته با مشکلات زیاد روبرو میشویم، اما وقتی مطلب تهیه می شود و به هدف می رسد این همه مشکلات دیگر در یک لحظه فراموش می شود. نوید بامدادی رادیو آزادی است و من عبدالله اشور هستم همراه شما. اگر شما هم خبر و یا ویدیویی دارید پس به ما بفرستید، ما تحقیق میکنیم و خبر درست را به شما میرسانیم. تلفن های ما برای تماس +420 724 056 681. طریق ایمو، واتساپ و یا وایبر و تلگرام با هر طریقی که خواستید به ما نویسید. بیننده ارجمند، اینجا رو میاریم به خبرها از خارج تاجیکستان. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش به مذاکرات عاجل و مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان دعوت کرد. او گفت صلح تنها از راه مکالمه فراگیر و داخل افغان ها به دست می آید. در گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که روز 7 مارس پخش شد، گوترش گفت رشد فعلی شاید مهمترین فرصت برای خاتمه دادن به جنگ 17 ساله باشد. دبیر کلی سازمان ملل متحد تاکید کرد که صلح و ثبات تنها از راه مذاکرات بین افغان ها حاصل می شود. من به آغاز گفتگوی عاجل، مستقیم و فراگیر برای خاتمه دادن به این نزاع و خسارات جانی غیر قابل قبول دعوت می کنم، گفت گوترش. طالبان تا حالا گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد می کنند و طلب دارند که نخست نیروهای خارجی از کشور بیرون روند. ایالات متحده آمریکا سال 2001 در حال به افغانستان وارد شد که حکومت تحت نظر طالبان از گروه دهشت افکن القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن که حمله تروریستی بر ایالات متحده آمریکا را تشکیل کرده بود پشتیبانی نمود. گروه طالبان از حکومت دور کرده شد، اما سالهای اخیر تلاش‌هایش را برای سرنگون کردن حکومت کابل افزایش داد. در روزهایی که تشنج روابط میان هند و پاکستان مشاهده می رسد و آن به اوج اعلای خود رسید، یک خلبان هندی با هواپیمایش در خاک پاکستان سرنگون شد. پاکستان برای رفع این بحران او را به وطنش بازگرداند. امروز این خلبان اهینندن قهرمان است و همه میخواهند مثل او مویلب گذاشته شبیه قهرمان باشند. روزهای اخیر در کاشانه‌های حسن شهر بنگلور هندوستان مردان زیادی را میتوان مشاهده کرد که میخواهند مویلبشان مثل مویلب خلبان هواپیمای سرنگون شده هندی اهینند قیچی شود. برای آنها این افسر قهرمان است. سیمای او به سیمای من شباهت دارد. من از او الهام گرفتم، میخواهم به این قهرمان مانند باشم. هواپیمای اپینندند ماه گذشته در حریم هوایی کشمیر زیر نظارت پاکستان سرنگون شده خودش به اسارت پاکستان افتیده بود. 1 مارس پاکستان خلبان را به هندوستان تسلیم نموده دعوت کرد که دو کشور از عملهای دشمنانه در مرز مشترک خودداری کنند. ولی هنوز هم گزارش‌ها درباره تیرباران پراکنده از دو جانب نشر شده است. به قول ننش مالک کاشانه حسن در بنگلور،
مردم به نشان احترام به خلبان قهرمان نوبت پاییده میخواهند مثل ابهینندن مویلب داشته باشند. ما خلبان فرمانده ابهینندن را احترام نموده از آن سبب به او پیروی میکنیم که نمیتوانیم آنجا باشیم. قهرمان ما آنجا رفت و از پاکستان برگشت. سبب همین است. هواپیمای میگ 21 ابهینندن 27 فوریه در یک برخورد هوایی با هواپیماهای جنگنده پاکستان سرنگون شده بود. فعالیت‌های رویراست دشمنانه در کشمیر ماه گذشته بعد حمله مرگ طلبانه در منطقه زیر نظارت هندوستان که با هلاکت بیش از 40 سرباز هندی انجام یافته بود، اوج گرفتند. بیننده ارجمند، در پایان برنامه بنابر درخواست‌های شما همچنان نظری داشتیم به قرب اسعار در تاجیکستان. بر اساس قرب تعیین کرده بانک ملی امروز $1 به 9 سومانی و 43 درم و 1 یورو واحد پولی اتحادیه اروپا 10 سومانی و 62 درم برابر است. قرب یورو نظر به یک روز پیش اندک بالا رفته است، ولی قرب روبل همانا به تغییر است. 1000 روبل روسی حالا در تاجیکستان 143 سومانی ارزش دارد. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. خداحافظ.